روستای متروک در هلمند که زمان آباد و پر از شور و نشاط زندگی بود، حالا به گورستانی از خاطرات مبدل شده است. زندگی در اینجا با آب گره خورده. وقت گلوی کاریز و رودخانه ها خشک شد، ساکنان اینجا هم خانه و کاشانه ایشان را ترک کردند. تمام خانه های این روستا خالی شده. آب در 100 متری عمق زمین است و عمق چاه باید 200 متر باشد تا به آب آشامیدنی برسید. رحمت الله 2 سال پیش مجبور شد خانه‌اش را در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ترک کند. خانه‌ای که در آن زاده و بزرگ شده. ما با کم شدن آب اینجا را ترک کردیم. ترک کردن این خانه برای ما بسیار سخت بود و با گریه و ناله از اینجا رفتیم. روزی که از اینجا بیرون می شدیم، فرزندانم و برادرانم همه اشک ریختند. افغانستان یکی از 10 کشور به شدت آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. ساکنان این روستا درد و رنج آن را با تمام وجود تجربه می کنند. اما آیا می دانند که با چه فاجعه سر دچارند؟ نه، ما درباره تغییرات اقلیمی چیزی نمی‌دانیم. اما بسیر و خانواده‌اش از ترک کردن خانه و روستای آباییشان ابا ورزیده‌اند. ما فقط همین آب رو داریم. ولی مجبورند هر روز از کمبود آب رنج ببرند. این روستا را که می‌بینید کاملا خالی است. فقط ما چند خانواده اینجا باقی ماندیم. این خانه پدری است و نمی‌توانیم اینجا را ترک کنیم. پدر و پدر بزرگان ما اینجا دفن هستند. دار و ندار ما همین است. او هر روز باید فاصله زیادی را بپیماید تا آب خانواده خود را تأمین کند. 15 دقیقه شد که میریم برای از اینکه آب بیاریم، اما هنوزم در محل نرسیدیم که از اونجا بسیر آب میاره. روان هستیم به اون طرف. آب ذخیره شده در اینجا از عمق تقریباً 200 متری زمین کشیده می شود. به گونه غیر بهداشتی ذخیره شده، ولی برای خانواده سلیمان گنج بزرگی است. در واشیر، دیگر ولسوالی ولایت هلمند، در منطقه موسوم به شاپشتنی زندگی متوقف شده است. مسجد روستا با فرش، میکروفون و تمام تجهیزات آماده است، اما نمازگزار ندارد. تا چند سال پیش اینجا باغ و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز بود. مردم روستا از این باغ میوه برداشت می‌کردند، اما خشکسالی این باغ رو کاملا از بین برده. مولوی دوست محمد 81 ساله با خاطرات روزهای خوش گذشته زندگی می کند. در این روستا تا چند سال پیش 150 خانواده ساکن بودند. اما اکنون فقط خانواده دوست محمد و 30 همسایه‌اش در اینجا مانده اند. من 81 ساله هستم. در طول عمرم در این حد سختی نکشیدم. در روستای همسایه برای بیبی پایندو دیگر آلودگی آب اهمیت ندارد. خشکسالی او را مجبور کرده که حتی آب استفاده شده را دور نریزد و باز از آن استفاده کند. وضعیت اقتصادی ما خوب بود. چاه داشتیم. مردم محل برای دریافت آب اینجا می آمدن. خانه و زندگی داشتیم. دوستانم میپرسند که چطور همه چیز را از دست دادم. احساس می کنم خیلی بدبختم. در طول روز احساس نسبتاً خوبی دارم، ولی شبها به دلیل استرس نمی توانم بخوابم. فقر ناشی از خشکسالی او را می آزارد و برای آب اشک می ریزد. یما بارز، BBC هلمند.